بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند: سبع یجری للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما او اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له بعد موته. 7 کاری هست که جاری می شود برای بنده اجر و پاداشش و در حالی که آن بنده در قبرش باشد بعد از مرگش. اول انسانی که به مردم علم تعلیم دهد که مردم با آن علم خدای خویش را شناسند، دین خویش را شناسند. یا نهر را جاری کند که مردم از آب آن استفاده برند. یا چاهی کند که مردم همیشه از آب آن چاه آب نوشند. یا درختی را شناند که مردم از میوه آن درخت استفاده برند یا در سایه آن شینند. یا مسجد را بنا کند که مردم همیشه در آن مسجد عبادت الله را انجام دهند. یا کتاب قرآن را به مسجد برده ماند یا به نفر دهد که همیشه آن قرآن تلاوت کرده شود. یا فرزند را بعد از خود باقی گذارد که همیشه در عبادت ها، در نماز و غیر نماز برای آن انسان، برای آن پدر و مادر طلب بخشش گناه را از الله طلب کند. این همه اجر و پاداش و مکافاتش برای این انسان تا روز قیامت، تا روزی که دنیا بنا است، آباد است، در نامه اعمالش رفتن میگیرد. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.